آقا سلام علیکم، خیلی شاکرتیم بچه. اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن دیگه. اومدیم داخل این ویدیو رکورد جهانی رو ثبت کنیم، اومدیم رکورد گینس رو ثبت کنیم. حالا بهتون میگم در ادامه میخوایم چیکار کنیم. پس بچه اگه تا الان هنوز با چنل ما آشنا نشده، چنل ما بچه کلی ویدیوهای آموزشی، کلی ویدیوهای چالشی، کلی ویدیوهای خرج کردنی، کلی ویدیوهای هزینه‌ای میذاریم. خلاصه از همه لحاظ چنل تکمیله بچه. دوست داشتید چنل منو سابسکرایبش کنید، این ویدیو رو لایکش کنید، واسه دوستاتون هم ارسال کنید. بدون هیچ معطلی بچه قرار بریم سراغ ویدیو. بچه داخل این ویدیو هم بهتون بگم، خب داخل این ویدیو بهتون بگم بچه، من همین الان وارد اکانت شدم و یه چیز عجیب داخل اکانتم دیدم. همین الان وارد اکانت شدم و دیدم بهم یوتیوبری داده و به قرآن قسم شدم، قسم میخوام تا باور کنید. من اصلا بعد 10 روز وارد اکانت شدم، خدا شاهد قسم این ایه نمیدونم چطوری اومد. خب ولی بچه فکر کردم فیکه بلانه، ولی بچه دیدم نه، مثلا اینجا سومیش هم اضافه شده و بعد داخل این اومد دیدم 4 روزه داره. درسته این فکر کنم تایم میشه اینجور چیزا نمیشه. خب 4 روز مگه ما 3 روزه نداریم؟ مگه ما 7 روزه نداریم؟ مگه ما 30 روزه نداریم؟ چرا 4 روزه باید به ما بده؟ البته فکر کنم هنوز 7 روزه بهمون داده، چون من 2-3 روز وارد اکانت نشدم ندیدمش. ولی خب بچه عجیبه واقعا، چرا باید به اکانت لول 100 من یه یوتیوبری بده؟ واقعا عجیبه. خب بچه داخل این ویدیو قرار بریم رکورد جهانی رو ثبت کنیم و به نام خودمون کنیم اولین ایرانی که رکورد جهانی گینس رو ثبت کرده. اولا میخوام بچه بهتون بگم که میخوایم این سه تا بکنیم 999 تا، که حالا بهتون بگم که رکوردش هم کلا 200 تا بوده، ولی خب ما میخوایم اینطوری رکورد بزنیم بچه. بعد چیز دیگه هم میخوایم اضافه کنیم به اکانتمون و رکورد گینس رو ثبت کنیم. FF توکنه، بذارید من پیداشون کنم. آها FF توکن که بیشتریش فکر کنم 5000 تا بوده بچه، فکر کنم و نمیدونم به خودم مطمئن نیستم. یه گروه کله یا آدم توپولی هم هستش که رکورد ثبت کرده به نام خودش. داخل این ویدیو قرار رکورد ثبت بشه به نام چنل ما، یعنی ادروایسی، و یعنی بچه شماها دیگه. بعد این چنل متعلق به شما هاست. و بچه واسه ویدیوهای قبلی که واسهتون میذارم، یعنی ویدیوی آموزشی میذارم، من دوستان بچه خیلی خودم عاشق ویدیوهای جنجالی هم، مثل این که مثلا میام خبر بدم که قراره چی آینده اضافه بشه، چی اضافه نشه، و از همین چیز ویدیوهای خیلی خوشم میاد. گفتم حتما خوشتون شما بیاد و براتون آپلود کردم، گذاشتم که لذت ببرید بچه‌ها، که خیلیاتون هم لذت بردید و حالشو بردید. امیدوارم که دیگه به درتون خورده باشه بچه‌ها. خلاصه بچه‌ها اولین اسپین رو بریم بزنیم، همینطوری بچه‌ها شروع می‌کنیم، چون بچه‌ها دیگه تیکم بزنم بچه‌ها که دیگه وقتمون گرفته نشه. حالا ویدیو رو هم بچه‌ها استاپ می‌کنم، چون بچه‌ها قراره خیلی اسپین بزنیم، شما 100% حوصله‌تون سر میره. بعد الان فکر کنم تا الان 10 تا اسپین زدیم بچه‌ها. همینطوری می‌خوایم بزنیم بچه‌ها، شاید باورتون نشه، چون من هر چی خرج می‌کنم سکام اضافه میشه. دقت کنید سکام اضافه میشه به جایی که کم بشه. حالا این اکانت عجیب منه بچه داخل فری فایر و داره دیگه، و خودش بچه خود به خود به این یوتیوبری میده، فلان میده، بلان میده، ست میده، لباس میده، سکه میده. هر هفته بچه به من سکه میده و کلی ایونت های دیگه. ولی خب خیلی خفنه بچه، آپ لول 100 بشی و کلی آپشن برات باز بشه. نمیدونم به خدا هر کس بچه جریان این ست یوتیوبری رو میدونه یا همون جریان ای گرفتن رو میدونه، داخل کامنت ها برام بنویسه بچه، چون اصلا واقعا خدا پشمام ریخته. وارد اکانتم شدم دیدم پیکسل ای یوتیوبری داده، کورکوپرم ریخت بچه، کورکوپرم ریخت. الان تا الان فکر کنم بچه ما 10 تا از اون ستا گرفتیم. بذارید برم ببینم. خب همینطوری داریم بچه رکورد کسب کنیم. یکی دیگه بگیرم. خب این ستا هم گرفتم. کلا 34 تا بهمون داد بچه. ببین 137 تا ست داریم، فکر کنم 2970 تا داشت، 70 تا داریم بچه‌ها. بذارید من یه جایی یادداشت کنم. بچه‌ها من واقعا باورم نمیشه بچه‌ها، واقعا باورم نمیشه. از موقع دارم رکورد میگیرم و میبینم کلا نصف ویدیو رکورد شده. واقعا باورم نمیشه بچه‌ها، ولی هیچ مشکلی نیست بچه‌ها. ما تصمیم گرفتیم، خب حالا فکر کنم اینا رکورد نشده داخل ویدیو، تصمیم گرفتیم بچه‌ها اینا رو سوخت کنیم تا بتونیم توکنای اینمون رو ببریم بالا. توکنای FF توکنمون داخل اون چت گیل بچه‌ها 2970 تا بود آخرین بار، الان 3800. متاسفانه بچه‌ها ویدیو قطع شد، خدا لعنتش کنه. اصلا شانس نداریم بچه‌ها. حالا مشکلی نداره، بذارید بچه‌ها من اینا رو دوباره براتون باز کنم. ببین بچه چند بار بزنیم خودش یه جا باز میشه، ولی خب کاش بچه دکمه این داشت که مثلا میشد همه رو کلایم کرد، خیلی بهتر میشد. خب بچه میام توی بزنیم. ببین بچه چقدر شد تا الان.
4000 بچه چه زیاد میده بچه. رکورد رو زدیم خدا شاده. وای بچه این 2 تا 3 درک از گفت از کجا گرفتیمشون جایزه داره. خب بچه الان 100 تا رو باز کردیم، شد 98 تا، شد 96 تا، شد 93 تا، شد 90. خب بچه بذارید یه رکب بزنیم. یه لحظه بریم یه دکمه بشینیم واسه شون. خب نصب کن یه لحظه. خب یه دکمه بشینیم. اولین دکمه رو بچه من میخوام اینجا بچینم که به نام مثلا این باشه. خب و دکمه بعدی هم اینجا میشم که به نام این باشه و بعد داخل بازی میام. بچه رکب حال کردید. حالا به راحتی بچه کلایم میکنیم اون اینکه خسته بشیم هیچی. حال که دکمه چینیم بچه مشتی الان همش تموم میشه دیگه. لازم نیست بچه شما اصلا ویدیو رو قطع کنید. از اینا بچه از این رکبا یاد نگیرید، گانا بنتون میکنه. داریم بچه رکورد جهانی رو میزنیم. خدا شده این ویدیو رو لایکش کنید. ویدیو چرت و پرت خوشگل براتون میزنم خدا شده. حالا چرت که نیست بچه، چون ویدیو بچه یه یارویی هست که اصلا کلا بچه حالا خیلی معروفه، 10-20 میلیون فکر کنم سابسکرایب. یا یارو چاقیه بچه اگه بشناسیدش. کلا بچه تو کار رکورد زدنه. خب اون رکورد اینو زده بود که 5000 تا بود. الان ما رکورد اینو زدیم فکر کنم 100% زده شد، فکر کنم 7000 تایی داریم. خب و تمام بچه. تمام 7834 تا بچه. لطفا بگید، فکر کنم دیگه بیشترین اف توکن رو داریم. واقعا باورم نمیشه که بیشترین اف توکن رو داریم بچه. حالا من میخوام یه کانتنت خفن در بیارم، برم از این 50 تا از این 3 تا باز بچه از اینجا برم در بیارم. یه دکمه برم بچه واسه اینجا بشینم. خب اینجا دکمهش رو بچه سعی کنم ببینم چه دکمه‌ای میتونم بچینم. آها این بچه باید یه دکمه‌ای بچینیم به نام بساب کنیم. اینو اینجا میذارم. بعد اینم مثلا میذارم اینجا که رو صفحه بزنه. خب بعد بذارید بچه تستش کنم. اشتباه شد بچه، اشتباه شد. خب اینو بذارید من دیلیتش کنم بچه. این مال کاراکترم ولی ها صبر کن. اصلا بذارید دکمه‌ش رو عوض کنم بچه. این دکمه‌ش رو بذارید عوض کنم. دکمه‌ش رو بذاریم صبر کنید دقیقاً من عذر کنم بچه از وقتتونم گرفتم. دکمه‌ش رو مثلا بذارم مثلا دیلیت کی. حالا خب الان بچه میریم داخل بازی و تستش میکنیم. خب این باید دیگه بچه با موس بزنم. خب یعنی اینطوری ولی خب بچه احساس میکنم خب این چه کاریه. ولی خب بچه خیلی تندتر میکنه کارمونه. ولی خب هیچ مشکلی نیست بچه. ما میخوایم رکورد کنیم بچه. من برم رکورد رو براتون ثبت کنم و بیام. برم بچه ویدیو رو استاپ کنم و بیام. بچه من دارم رکورد رو میزنم. خب دوست داشتم شما ببینید دارم چه زجه‌ای میزنم. فکر کنم 2 ساعت همینطوری دارم انجام میدم بچه. حالا 2 ساعت که نه 20 دقیقه شده و خب و بذارینم چقدر جمع کردم بچه. واقعا بچه دستام ترکید. ولی خب 8000 تا بچه. من الان رفتم دیدم رکورد بچه این اف توکن 2 میلیونه بچه. من برم حداقل 10000 تاش کنم بهتون بچه ویدیو رو از استاپ در میارم بچه. داریم رکورد رو میزنیم خدا شده. حالا امروز نه ولی فردا میزنیم بچه. خب حوصلتون سر میره بچه، چون ببینید جریانش چجوریه. کلا اینطوریه بچه. واقعا حوصلتون سر میره و دوست ندارم وقتتون تلف بشه بچه. من برم بچه بزنم و بیام بچه. خب الان بعد 10-15 دقیقه زدن نمیدونم الکیه چرت زدم فلان زدم ببینیم چقدر شد. 8700 تا شد و 46 تا ست بچه. بذارید بریم بچه ستا رو با هم بگیریم و ببینم دکمه رو بذارید درست کنم بچه. خب ببین بچه رکورد رو با هم ثبت کنیم دیگه بچه. از این از این چیزا که زیاد گرفتیم فکر کنم بچه 100 تا اون و 100 خورده اون نزدیک 200 تا بچه شد. بعد ولی خب اف توکن رو بچه مطمئن نیستم، چون بچه اف توکن خب میگن که رکوردش بکنم بالا 2 میلیونه که ما 2 میلیون که نمیتونیم بچه بگیریم. اصلا کار آسونی نیستش خدا شاده. این ویدیو بودن نزدیک 1 ساعت 2 ساعت رکورد شد. خیلی اذیت شدیم داخلش. بعد آره دیگه. خب اینم آخری و
کلا بچه تونستیم که 10,288 تا توکن بچه بگیریم. خیلیه، ولی خب فکر نکنم تو ایران بچه همچین زیاد کسی داشته باشه. میفهمید چی میگم؟ ولی خب رکورد زدیم بالاخره بچه. بذارین دکمه رو من پاک کنم. خب بچه دیگه 10,208. حالا میخوایم با اینا چیکار بکنیم؟ من که نمیدونم میخوایم چیکار کنیم، چون به دردم نمیخوره. بعد آره دیگه، فقط داشته باشیمش. خب بچه بهتون بگم که این اکانت واقعا یوتیوبریه. من نمیدونم چرا بهم ای داده، ولی خب ایو داده بهم که ما هم استفاده میکنیم و عشق میکنیم دیگه. این از این ناما بچه. این بویاپس رو بهم فرسته بچه. بویاپس قبلی این نبود. این الان از کجا بچه اومده واسم؟ 15 روز پیشم اومده، ولی خب امروز صبح رکوردش کردم. شهریان چه عجیب شده گیم بابا. لیست بچه بذارید ببینم مثلا بویاپس قبلی چجوری بود. فکر کنم همون بود. آره حالا کار نداریم بچه‌ها. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب کنید بچه‌ها. نشد رکوردو بزنیم، ولی خب زدیم. تا درودی دیگر چیه، تا ویدیوی دیگر بدرود.